سال دیگه کشور تولد و مرگش سر به سر میشه. بعد از اون میزان مرگ نسبت به تولد پیشی میگیره و سال 1480 جمعیت ایران میرسه به زیر 50 میلیون. انگار که همون عجله دادن در یک پلتفرم دیگه‌ای داره اجرا میشه. 135 تومن یهو میشه 250 تومن تو یک دقیقه. تعداد این ماشینایی که تو همین میدون هستن رو نگاه کنید، کسی قبول نمیکنه. این قبول نمیکنه، میره بعدی هی قیمت میره بالاتر تا قبول کنن. علت این اقدام را از شرکت‌های تاکسی اینترنتی جویا شدیم. یکی از شرکت‌ها مهمترین علت آن را حذف گزینه عجله دارن بیان کرد. دوستانی که در صحن حضور دارن و متاسفانه رأی نمیدن بدونن که رأیشون منفی محسوب میشه. این خوب نیست و منم قبلا اعلام کردم اینه که هستن و رأی نمیدن لیستش رو اعلام میکنم. در دیگر مناطق بیروت با وجود آثار بمباران ها ولی زندگی در جریان است. ما فقط از خدا میترسیم، هیچ ترسی از این بمبارون ها نداریم چون اینجا آب و خاک ماست. نه هیچ ترسی نداریم از حملات هوایی. الان هم میبینی داریم زندگی خودمون رو انجام میدیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام خانم ها و آقایان، شب شما بخیر باشه. خوش آمدین به خبرهای امشب. معاون وزیر بهداشت میگه اگه دست روی دست بذاریم و در روی همین پاشنه در بچرخه تا 17 سال آینده از هر 3 ایرانی 1 نفر سالمند خواهد بود. حدوداً 20 سال دیگه کشور تولد و مرگش سر به سر میشه، مساوی میشه. یعنی همینقدر که تولد داره صورت میگیره همینقدر مرگ تو کشور داره اتفاق میفته. معنیش چیه؟ یعنی رشد جمعیت میشه 0. بعد از اون چه اتفاقی میفته؟ بعد از اون میزان مرگ نسبت به تولد پیشی میگیره و سال 1480 جمعیت ایران میرسه به زیر 50 میلیون، 40 میلیون 42 میلیون نفر جمعیت میشه. اگه با همین روشی که جلو میریم جلو بریم میشه 42 میلیون نفر. کشور ایران میشه 42 میلیون نفر. رئیس جمهور بر مشارکت دادن همه جناح‌ها و سلایق فکری در اداره امور کشور تاکید کرد. آقای پزشکیان در جلسه هیئت دولت تقویت وحدت، توجه ویژه به نقاط کم برخوردار، حفظ یکپارچگی و جلب رضایتمندی مردم را از اصول لازم الاجرا در دولت وفاق ملی برشمرد و گفت باید تلاش کنیم پاسخگوی نیازهای مردم باشیم. در جلسه امروز آقای محمد علی طالبی با موافقت هیئت دولت استاندار جدید کرمان شد. آقای طالبی در دولت 12 استاندار یزد بود. 2 ساعت قطعی برق در بخش خانگی برای هر مشترک. مدیرعامل شرکت توانیر با اشاره به اینکه برنامه محدودیت توزیع برق در بخش خانگی و تجاری از فردا اجرا میشه گفت قطع برق در همه استانها حد فاصل ساعت 9 تا 17 و 2 ساعت برای هر مشترک در بخش خانگی پیش بینی شده. آقای رجبی مشهدی با اشاره به اینکه هموطنان میتونن در سایت شرکت توزیع برق اطلاعات بیشتری به دست بیارن گفت پیامک زمان قطع برق امروز برای مشترکان در تهران فرستاده میشه. مدیرعامل توانیر از هموطنان خواسته کاهش 10% مصرف گاز و برق و تنظیم دمای سامانه گرمایشی رو در دستور کارشون بذارن. رایزنی‌های رؤسای ستاد کل نیروهای مسلح ایران و عربستان در تهران. سرلشکر باقری در دیدار با ارتش بود. فیاض بن حامد الرویلی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح عربستان که در صدر هیئتی بلندپایه از مقامات نظامی این کشور به تهران آمده با تاکید بر استمرار ارتقاء تعامل و همکاری‌های دفاعی و آموزشی بین دو کشور از علاقمندی ایران برای حضور یگانهای شناور نیروی دریایی ارتش عربستان در رزمایش دریایی ایران خبر داد.
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح عربستان هم توافق پکن رو مبنای خوبی برای افزایش همکاری‌های دوجانبه تهران ریاض دانست و گفت ما این توافق رو یک فرصت راهبردی تلقی می‌کنیم. رئیس مجلس میگه آنچه در برابر دشمن بازدارندگی ایجاد میکنه قدرت ملی و رفتار مقتدرانه ما بر پایه عقلانیت انقلابیه، نه رفت آمد رؤسای جمهور آمریکا. استقلال عمل و پرهیز از هر گونه وابستگی به کشورهای خارجی اصل بنیادین نظام جمهوری اسلامی ایران است. موفقیت‌ها و پیشرفت‌ها در هر زمینه‌ای صرفاً در این چارچوب به دست آمده است. در این زمینه در کنار تقویت بنیه دفاعی مهمترین اقدام ما مسئولان حل مسائل بر زمین مانده مردم، مخصوصاً حل مشکلات اقتصادی کشور است که بهترین بازدارندگی را در برابر هر تهدید و فشاری دارد و ضامن موفقیت در آوردگاه بین المللی است. در نشست امروز بهارستان مواد دیگری از قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان اصلاح و شروط جدیدی از جمله داشتن سابقه حداقل 3 دوره نمایندگی برای اعضای هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان وضع شد. اما بشنوید از تذکر چند باره رئیس مجلس به نمایندگانی که در رأیگیری شرکت نمی‌کنند. دوستانی که در صحن حضور دارند و متاسفانه رأی نمیدن بدونن که رأیشون منفی محسوب میشه. این خوب نیست و منم قبلا اعلام کردم اینه که هستن و رأی نمیدن لیستش رو اعلام میکنم. این رو من گفتم که بدونید که رأی نمیدید یعنی منفی رأی میدید. صدور حکم 63 متهم پرونده چای دبش تا ماه آینده. رئیس کل دادگستری استان تهران با اعلام این خبر گفت حکم این پرونده در دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی صادر میشه و قطعی و لازم الاجراست. وقت رسیدگی این دادگاه هم برای 3/9/1403 همین دو هفته آینده در واقع تعیین شده که مقرر هم بر این شده که این پرونده جلسات دادگاه به صورت مستمر بدون وقفه انجام بشه. بازار گوجه فرنگی به ثبات میرسه. به گفته معاون بازرگانی سازمان میادین میوه و تره‌بار تهران، قیمت گوجه فرنگی در میادین مرکزی میوه و تره‌بار در چند روز اخیر کاهش داشته و این روند در روزهای پیش رو با افزایش بار ادامه پیدا میکنه. الان قیمت که در میدان مرکزی در حال عرضه است قیمت کف 25000 تومان و قیمت سقف رو 35000 تومان در نظر گرفتم. میادین میوه و تره‌بار در میادین میوه و تره‌بار 32000 تومان به وفور در حال عرضه هست. توی چند روز گذشته ما توی خرید کیلو 4-5000 تومان کاهش داشتیم و فکر می‌کنم توی هفته‌های آینده که دیگه عرضه کاملا در واقع به سمت تهران شروع میشه باز چند هزار تومان دیگه کاهش رو خواهیم داشت. قیمت بیقرار تاکسی های اینترنتی. پس از حذف گزینه عجله دارم، حالا تاکسی های اینترنتی با یک شگرد دیگه هزینه سفر رو بالا بردن. همین چند ماه پیش بود که برخی از مردم از وجود گزینه عجله دارم تاکسی های اینترنتی گلایه داشتند. تا من عجله دارمو نزنم قبول نمی‌کنم. تا اینکه با ورود سازمان تعزیرات این گزینه حذف شد. تذکر جدی میدم به تاکسی اینترنتی که این گزینه رو از مجموعه گزینه هاشون حذف بکنن. اما حالا خبرها و گلایه‌هایی شنیده می شود که تاکسی های اینترنتی با یک روش دیگر اقدام به افزایش چندین باره قیمت می کنند. انگار که همون عجله دادن در یک پلتفرم دیگه‌ای داره اجرا میشه. قیمت ثابتی نداره. 135 تومن یهو میشه 250 تومن تو یک دقیقه. تعداد این ماشینایی که تو همین میدون هستن رو نگاه کنید، کسی قبول نمیکنه. این قبول نمیکنه میره بعدی هی قیمت میره بالاتر تا قبول کنن. اول از 155 تومن بعد راننده گرفت و لغو کرد، دوباره ارسال شد به راننده‌های دیگه، حالا
30 تا راننده بودن قبول نکردن. اسنپ کرایه رو برد بالاتر 164 تومن، بازم درخواست رو قبول نکردن، باز شد 186 تومن، همینطور قیمت میرفت بالا. قبول نمیکردن شد 226 تومن که یهو راننده قبول کرد. راننده هست رو قبول نکنم قیمت میره بالاتر. اگه بالا هم هست مثلا 300 تومن هم هست، 200 تومن هم هست، 500 تومن هم همونو بگیره. یا از اون بیشتر نگیره. علت این اقدام را از شرکت‌های تاکسی اینترنتی جویا شدیم. یکی از شرکت‌ها مهمترین علت آن را حذف گزینه عجله دارم بیان کرد. در مواردی برای متعادل شدن نسبت عرضه به تقاضا ممکن است قیمت پایین بیاید که با نارضایتی راننده مواجه می‌شود. در مواردی هم برای ایجاد همین تعادل ممکن است قیمت بیشتر شود که این موضوع هم نارضایتی مسافر را به دنبال دارد. و دیگری گفت قیمت سفرها به صورت هوشمند است. هنگامی که یک درخواست سفر توسط هیچ سفیری مورد قبول قرار نمیگیرد، الگوریتم قیمتگذاری به صورت خودکار مجددا تلاش می‌کند که قیمت بهینه را محاسبه کند. برای پیگیری بیشتر این موضوع سراغ مسئولان تعزیرات رفتیم که روابط عمومی این سازمان اعلام کرد این موضوع در دست بررسی است، اما با توجه به اینکه مسئولین تعزیرات عجله دارم را تخلف می‌دانستند، از مصداق‌های بارز اضافه دریافت و گرانفروشی است. باید منتظر ماند و دید که اقدام جدید تاکسی‌های اینترنتی را هم تخلف می‌دانند یا نه. محمد اللهیاری، خبرگزاری صدا و سیما. با وجود حملات هوایی رژیم صهیونیستی به بیروت، مردم پایتخت لبنان همچنان مقاوم هستند. خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما در شهر بیروت زندگی این روزهای مردم رو به تصویر کشیده. اینجا شهر بیروت است، شهری که هر لحظه جنگنده های رژیم صهیونیستی انواع بمب ها را بر سر مردم می‌ریزند. با دیدن این جنایات شاید خیلی ها سوال کنند که در این شرایط وضعیت شهر بیروت به چه صورت است. مشاهدات میدانی ما هم در این خصوص نشان میدهد که در مناطق جنوبی یعنی زاهیه و محدوده آن حجم بمباران ها بالاست و تقریبا خیلی از مردم از این منطقه خارج شدند. هر لحظه هم جنگنده های رژیم صهیونیستی بر فراز اینجا در حال پرواز هستند، اما چند صد متر آن طرفتر از زاهیه و در دیگر مناطق بیروت با وجود آثار بمباران ها ولی زندگی در جریان است. در این شرایط به سراغ مردم رفتیم، آن هم با این سوال: آیا از این بمباران ها نمی ترسید؟ ما بخاف خیر من الله. نه اصلا ترسی نداریم، ما فقط از خدا میترسیم. هیچ ترسی از این بمبارون ها نداریم چون اینجا آب و خاک ماست. نه هیچ ترسی نداریم از حملات هوایی. الان هم میبینی داریم زندگی خودمون رو انجام میدیم. ایستادگی مردم لبنان در این صحنه به خوبی دیده میشود. مغازه‌داری که با وجود بمباران اما همچنان مغازه‌اش باز است. بالای مغازه‌مو دشمن صهیونیستی زده و منفجر کرده، ولی ما یاد گرفتیم با همین باز کردن مغازه به دشمن بگیم 1000 بار ما رو بمبارون کنید باز هم تسلیم نمیشیم. مردم میگفتند این ایستادگی و ادامه دادن به زندگی همان مسیر حزب الله و مقاومت است. دشمن مطمئن باشد بچه‌های ما ادامه دهنده راه مقاومت خواهند بود. مردم لبنان در سالهای قبل همین اسرائیل را شکست دادند. الان هم حزب الله در میدان به خوبی پاسخ رژیم صهیونیستی رو داره میده. مطمئناً پیروز ما هستیم. ما به زندگی خودمون با ایستادگی ادامه میدیم، حتی اگر جنگ باشه، چون معتقدیم خونهای ریخته شده جبهه مقاومت باید حفظ بشه. خلاصه در بیروت زندگی همراه با جنگ دیده می شود. زندگی که اکنون به نماد پایداری و ایستادگی در برابر دشمن تبدیل شده است. حسینی بای، خبرنگار اعزامی خبرگزاری صدا و سیما، بیروت. بر اثر انفجار تروریستی در یک ساختمان مسکونی در منطقه فاطمیه در زینبیه دمشق دست کم 9 تن شهید و 19 نفر زخمی شدند. جزئیات بیشتری درباره این انفجار هنوز منتشر نشده است. 27 شهید در حمله هوایی به یک ساختمان مسکونی در روستای علمات شهرستان جبیل در لبنان. شماری از شهدا کودک هستند. صهیونیست‌ها همچنین به منطقه‌ای واقع
میان دو شهرک کفر تیبنیت و ارنون حمله پهپادی کردند. اما رزمندگان مقاومت در درگیری با نظامیان صهیونیستی در جنوب غربی ایترون شماری از اونها رو به هلاکت رسوندند. حزب الله لبنان همچنین شهرک شومیرا، نهاریا، مرگیلوت و کریات شمونه رو هدف حملات هوایی خود قرار داد. محل استقرار نظامیان رژیم صهیونیستی در پایگاه العباد و اطراف روستای مرکبا هم از دیگر مناطقی بود که زیر ضربه حملات موشکی و پهپادی حزب الله قرار داشت. شهادت 49 نفر در حملات امروز به نوار غزه. شدیدترین حملات ضد اردوگاه جبالیا بود که به شهادت 33 تن از جمله 13 کودک منجر شد. حسبی الله و نعم الوکیل، الله ینتقم منهم. یک مدرسه اسکان آوارگان و محل تجمع فلسطینیان در بیت لاهیا هم از دیگر اهداف صهیونیست ها بود. در مرکز و جنوب نوار غزه هم در اردوگاه نصیرات و رفح چند تن شهید و زخمی شدند. در عرصه نبردهای میدانی هم مقاومت از حمله خمپاره‌ای به مرکز فرماندهی و کنترل دشمن صهیونیستی و هدف قرار دادن 2 نفر بر و یک بولدوزر در اردوگاه جبالیا خبر داد. در درگیری رزمندگان با نظامیان صهیونیست از فاصله 0 در بیت لاهیا هم شماری از این نظامیان از پا درآمدند. اولین رویداد ملی نفس با موضوع نجات فرزندان از سقط برگزار شد. فعالیت حدود 300 مرکز نفس در سراسر کشور تونسته تاکنون از سقط بیش از 6000 جنین در کشور جلوگیری کند. خیلی معجزه‌اش قشنگ. اتفاقی که اسمش رو معجزه قشنگ گذاشته تولد سه‌قلوهاشه. چیزی که بعد از 2 ماه از تولد بچه‌ها همچنان آزارش میده، اما تصمیمیه که به پیشنهاد پزشک از سر گذرونده. گفتن جاشن تعیینا یکشنه از کنیم، گفتیم نه. این سالن پر از کودکانی است با همین سرنوشت. ما می‌خواستیم سختش کنیم. شوهرم بر این باور بود که مثلا نمیتونیم آیندهش رو واقعا تضمین کنیم با این مشکلات و گرونی‌ها. واقعا صدای قلبش رو که شنیدم دیگه خودم هم منصرف شدم. بچه‌هایی که به توصیه اطرافیان یا تصمیم پدر و مادر قرار بوده نباشن، خواستیم سختش کنیم، اما حالا با اومدنشون باورهای بزرگترهاشون رو هم عوض کردن. من تا صبح اگه بگم 2 ساعت نمیخوابم، ولی خیلی بهم خوش میگذره. وقتی میخنده بهم انگار دنیا رو بهم میدن. امیدوار شدم با هلهین، میگم خدا خیلی بزرگه، اگر نخواد برگی از درخت جدا نمیشه. نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در حاشیه نخستین رویداد ملی نفس با موضوع نجات فرزندان سقط از پیشنهاد افزایش 1.5 برابری وام فرزندآوری خبر داد. آقای بانکیپور این رو هم گفته که بر اساس آمار ثبت احوال میزان تولد فرزند سوم 9%، فرزند چهارم 28% و فرزند پنجم 51% افزایش داشته. پیشنهادی که ما داریم این که رقمی که امسال بود برای فرزند اول 40 بود و به ترتیب فرزندهای بعدی ضریب میخورد. ما الان پیشنهادمون است که 40 بشه 60 و فرزند اول 60، فرزند دوم 120، فرزند سوم 180. اینم کار دومی بوده که کرد. این یه خبر تازه و جدیده برای خانواده. اگر انشاءالله مجلس تصویب کنه برای تسهیلات فرزندآوری رشد پیدا میکنه وام فرزندآوری. البته بانک مرکزی هم تعهد داده اینا که تو صرفندا حتما امسال پرداختشون رو بکنه. این تعهدها اومد توی اصل 90 مجلس داد. 4 دستور رئیس جمهور برای پیشرفت سواحل مکران. آقای پزشکیان در جلسه تحلیل طرح‌های توسعه دریامحور، تقویت اقتصاد بومی، تأمین زیرساخت انرژی‌های تجدیدپذیر، تکمیل راهگذر مواصلاتی و جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی رو 4 اقدام لازم برای شتاب دادن به پیشرفت مکران دونست. رئیس جمهور این رو هم گفت که پیشرفت سواحل مکران باید با الگوی پیشرفت اقتصادی و سیاسی این منطقه متناسب باشه. مخالفان ترامپ در خیابان‌های آمریکا. برخی شهرهای آمریکا امروز شاهد تظاهرات ضد رئیس جمهور منتخب آمریکا بود. معترضان شعار می‌دادند عقب نشینی نخواهیم کرد.
از حاشیه‌های زبان معیاری حیات دولت تا جلوه‌های فرنگی نمایشگاه صنعت و سامانه‌ای که دلالان تایید نام‌های فرنگی رو حذف می‌کنه در گزارش زبان معیار. از حیات دولت شروع می‌کنیم و ازدحام صدابرها. میکروفون اومد تو دهنم. من نمیرم. آقای وزیر کشور نرفتن و یه واژه فرنگی دیگه به نام جایر پلن بود و صدای وزیر ارتباطات هم داشت خوب منعکس میشد ولی یهو اکو شد. چرا این صدا منعکس اکو میشه اینقدر؟ و اما وزیر میراث فرهنگی و توریستی به اصطلاح توریستی باشه برای رئیس سازمان انرژی اتمی هم تلاش کرد ولی یادش نیومد. در حقیقت سیمیلاتور مال نمایشگاه صنعت تهران محل دائم نمایشگاه‌های بین‌المللی. همه انگلیسی هستش و ایرانی خیلی کمتر هستش، خیلی کم. چرا اسم کالاتون رو، اسم محصولتون رو به انگلیسی نوشتید؟ خب ما حقیقتش بیشتر از مصرف کننده خیلی علاقه دارن. اگر قدر زبان رو بدونیم و بهش ارق داشته باشیم این کار رو نمی‌کنیم. سخنگوی وزارت خارجه به سخنگاه رفت با یک شروع خوب. پتانسیل ها و ظرفیت های زیادی داره. چند دقیقه بعد اما سوال فارسی خبرنگار رو چطور کشورهای اسلامی هم بعد از کلی فکر کردن این شکلی جواب داد. No comment. نظری ندارید. ما یه نکته داریم. توی سخنرانی‌های رسمی فارسی صحبت کردن الزامیه. Military confrontation has been something that we have always tried to avoid. از شگفتی‌های زبان فارسی اینه که میشه یه جمله 7-8 کلمه‌ای گفت که تقریباً نصفش فرنگیه. استراتژی یعنی اقدام، یعنی استراتژی به درد می‌خوره که بتونه تکنیک و تاکتیک رو و روش‌ها رو. بخشی از مشکلات نام‌های فرنگی روی تابلوها به اینجا مربوط میشد. حالا سامانه‌ای راه افتاده که این مشکلات رو برطرف میکنه. با سامانه نامیار در کمتر از 5 دقیقه شما به اون اسمی که فارسی هست و میتوانید بگیرید میرسید. دیگه نمیخواد حضوری بیاید. واسطه‌ها حذف میشن. ممکنه یه واسطه بگه آقا من این نام رو برای شما میگیرم و آخرام نتوانه بگیره و شما پولای زیادی هم بخوای بهش پرداخت بکنید. یک نکته هم بشنوید از حساسیت ژاپنی‌ها به کلمه‌های بیگانه. این واژه‌ها رو با الفبای متفاوت در متن مشخص می‌کنند تا یادشون باشه بیگانند. امید جلوداریان، خبرگزاری صدا و سیما. رسانه‌های فارسی زبان بیگانه در واکنش به اتفاقات آمستردام با وجود شواهد موجود توهین صهیونیست‌ها به مردم غزه حامیان فلسطین رو مقصر دونستن. این در حالیه که رسانه‌ها گزارش دادن آشوب‌ها رو ابتدا صهیونیست‌ها آغاز کردند. چند ساعت قبل از آغاز مسابقه شهر آمستردام، هواداران تیم مکابی تل آویو در خیابان‌ها هر کجا پرچم‌های آویخته از خانه‌ها را می‌بینند پاره می‌کنند. به کسانی که به آنها معترضند فحاشی می‌کنند و شعارهای نجات پرستانه سر می‌دهند. و اینجا بود که طرفداران فلسطین دیگر تاب نیاوردند. پاسپورت یکی از صهیونیست‌ها که روی زمین افتاد معلوم شد که او نظامی است. یکی از کودک‌کش‌های غزه، جیزی فلت هوژن، عضو شورای شهر آمستردام، درگیری‌های آن شب را اینطور روایت می‌کند. صهیونیست‌ها در آمستردام این درگیری را شروع کردند. اونا به نوعی مسلح بودند، مردم آمستردام رو کتک زدند. اما اینجا در این استودیوها روایت طور دیگری است. چقدر بحث یهودی ستیزی اینجا مطرح هست. حامیان فلسطین را مقصر می‌دانند و البته ماجرا را از نیمه تعریف می‌کنند. طرفداران تیم فوتبال مکابی اسرائیل پس از مسابقه با تیم فوتبال آژاکس آمستردام هدف حمله حامیان فلسطین قرار گرفتند. اما برخی رسانه‌ها روایت دیگری دارند.
مثل گفتگویی که در رادیو مونت کارلو فرانسه در این باره شکل گرفت. شما درباره آنچه پس از مسابقه روی داد سخن میگویید، اما هیچ کس درباره رفتار اسرائیلی‌ها در 2 روز گذشته سخن نگفت. هواداران اسرائیلی کارهای تحریک‌آمیز انجام و شعار میدادند ارتش اسرائیل باید عرب‌های پست را بکشد. واکنش‌ها در فضای مجازی هم کم نبود. این شهروند آمستردامی که از شاهدان ماجرا بود میگوید رسانه‌ها از روایت بیشتر سیاستمداران ما در این خصوص فقط از نتانیاهو پیروی می‌کنند و اظهار نظرهایی را که مطرح می‌کنند مبنی بر این است که یهودی ستیزی مجاز نیست. آنها کاملا این واقعیت را مورد بی‌توجهی قرار می‌دهند که شب قبل اوباش‌های صهیونیست شهر ما را به هم ریختند، به مردم حمله کردند. آنها این واقعیت را به طور کامل حذف می‌کنند. حذف واقعیت یا روایت آن از نیمه ترفند شبکه‌های فارسی زبان خارجی است که از 7 اکتبر سال گذشته تا الان تلاش دارد دست صهیونیست‌ها را از خون بیش از 43,000 فلسطینی پاک کنند. عاطف گودینی، خبرگزاری صدا و سیما. شب بخیر و خداحافظ.